حدیث قدسی رب العالمین در قیامت ما بنده هاش عتاب میکرده، سختگیری میکرده. میگفته که بیمار بودم خبرگیریم نه آمدی. سبحان الله. بنده میگفته ای پروردگار تو رب العالمین هستی، من خیلی تر خبرگیری می آمدم. پروردگار میگفته فهمیدی که فلانی بندم بیمار است خبرگیریش نرفتی. اگر خبرگیریش میرفتی من در نزد او بودم. گرسنه بودم طعامم ندادی. ای رب العالمین تو رب العالمین هستی، من ترا خیلی طعام میدادم. میگفته فلانی بندم گرسنه بود طعامش ندادی. اگر طعامش میدادی لحظه من اجرش ثوابش برات میدادم. تشنه بودم آبم ندادی. ای رب العالمین تو رب العالمین هستی، من خیلی ترا آب میدادم. میگفته میدانستی فلان بندم تشنه است آبش ندادی. اگر او را آب میدادی این لحظه اجر و پاداش را میدادم. این حق ایمانداری ما هست که بیمار بینی داشته باشیم.